بچه‌ها واسه درست کردن اسپرینگ رول ما به نون یوفکا نیاز داریم. نون مرحله یوفکا یه مواد میانی که میتونه شامل هر چیزی باشه. من یه سری سبزیجات رو با هم مخلوط کردم و درست کردم با سویا. یعنی غذا هم مناسب آدم‌هایی که رژیم هم گیاهخوار هم واسه دور همیات میتونه فینگر فود خیلی خوب و خفن باشه. از موادمون میذاریم توی نون و اینجوری تو طرف نون بچه‌ها می‌بندیم که مواد از توش نزنه بیرون. خب هنوز مواد نیاز داریم یه مقدار دیگه. میتونیم از این پنیرای شکلی مدادی بهشون میگن استفاده بکنیم، حتی توی اینا بذاریم و رولمون رو در واقع شروع بکنیم. به راحتی رولش میکنیم بچه‌ها. خب بچه‌ها اسپرینگ رولامو بعد از اینکه درستشون کردیم، من زیاد نزدم همه رو، گفتم واسه فقط نمونه بسش شما بزنم، می‌قطعونشون توی تخم مرغ کاملا با تخم مرغ همزده کاور می‌کنیم و بعد دوباره می‌قطعونشون توی آرد سوخالی. آرد سوخالی بعد کاملا بچه‌ها روی اسپرینگ ما رو بگیره. شاورما، سمبوسه و تمام اینا از خانواده همین بچه‌ها تکنیک هستش، فقط توی کشورهای مختلف یا شهرهای مختلف اسمای مختلف داره. خودتون همونجوری که می‌دونید بچه‌ها کاملا توشون رو پر می‌کنید. می‌تونید از حتی پودر پامکارن استفاده کنید. بعد می‌ذارید توی فریزر یا یخچال بمونه. می‌تونید ماندگاری داره، می‌تونید روزها نگهداریش کنید، برای غذاهای نیمه آماده استفاده کنید ازش. همین که می‌تونید بزنید توی فریزر تا خودش رو بگیره، بعد توی روغن خیلی داغ اون رو سرخ بکنید.